ترک دوستانی که تو رو به یاد گناه میندازن، ترک مکانی که تو رو وادار به گناه میکنه. وقتی از مسجد بیرون رفتم عزیز آمد گفت که من نمیتونم خودم کنترل کنم تو بعضی چیزا. گفتم برو تو جمع دوستان خوبی که ارادهشون کردن. انسان به 3 علت گناه میکنه. یا از روی جهل وقتی آگاه شد میگه خدا منو ببخشه من نمیفهمیدم که این گناهه. یا از روی یک تکبر که 99% گناه بندگان خدا مسلمانا از روی ضعف اراده است، از روی تکبر نیست، از روی جهل هم نیست. الان دیگه همه آگاهن، حلال و حرام همه کس میدونه. بیشترین گناه مسلمان از روی ضعف اراده است. میدونن که گناه میکنن، دوباره پشیمون میشن، دوباره انجام میدن. چطوری اینو از بین ببرید؟ تو جمعی قوی‌تر که ارادهشون قویست قرار بدید. انسان اگه یه نفر باشه، پیامبر گفته الواحد و شیطان، یک نفر یک شیطان. ولی وقتی تو جمع قرار میگیری، جمع برکته. ید الله مع الجماعه. همه با هم اون 10 نفر که یک دفعه با هم ضعیف نمیشن. اگه تو ضعیف شدی تو جمع قوی هستی، مواظبتن. بهشون بگو کمک من بکنید. من تو این قسمت ضعیفم، تا خدا کمکم بکنه تا کم کم ارادم قوی بشه. این جماعت تبلیغ بعضی از عزیزانی که شراب خوردن، حتی مواد مصرف کردن، یه چله باشون تشکیل میشن، برمیگردن ارادهشون قوی شد. تو جمع قوی‌تر از خودتون، جمع ایمانی آگاهتر، مؤمنتر، به هم دیگه توصیه بکنیم، کمک هم بکنیم تا چه بلند بشیم، سر پا بشیم.